بابا اون چه لبخنده میزنه آقا، هر چه لبخنده میزنه از اون ظریف زهلم گتبش بیشتر لبخنده نمیزنه. تازه اون دهنش هم ندخته بود. اگر قرار بوده که مسائل مقام عظما با لبخند حل میشه که من اصلا خودم اینجا برایش قهقله میخندیده. اصلا ما نخواستیم. گل نیسته چی؟ تا گل نیست. من خودم بچه بودم خیلی گل خوردم. بعداً فهمیدم که آدم گل نمیخوره، گل آدم میخوره. فهمیده؟ برو بینم، خیلی هم دلت بخواد. اصلا تو مشتری نیستی که، قدر نمیشناسه. من مشتری نیسته، اصلا جد آبادت مشتری نیسته. بدبختی بینوا اصلا مشاور نخواسته. وای مشاوره میخواسته آیت الله صافی گل پایگانه بود دیگه. اگرلن صافیه یعنی فایده داره. اگرلن چای میریزه تو فاله اون چای اون میگیری. بدبختی بینوا سوراخ موشی خونه آپارتمان چیزی اونو پیدا میکنه. این دنبه آخری برای ازبا یه چیزی اینجوری پیدا میکنه. برو بینم بابا، من اگه خونه و سوراخ موش داشتم که اینجا تو این آفتابه لعنتی زندگی نمیکردم که آخرش هم تو برداری ببری اونجا با خودت نمیدونم کجا. بابا این آرزوی شما از اون آرزوهایی نیست که برآورده بشه. از اون آرزوهاست که باید دوتایی برش دارید ببرید تو گور. ما نیستیم، برید دنبال کار خودتون، ما رفتیم. اصلا ما گل خارجی نخواسته. فهمیده؟ اصلا گل چه خارجی نمیشه چی؟ برای ما اون زکری میاره. خجالت بکش پیل. درد روز ما یا بی درمانه میره سراغ حادثگان ماز خود ما که خودش اصلا برای خودش چنگیز هتلر دم گل زوچم میگی زوکری همه چه هست. حادثگان ماز بیا خودت یه زری چیزی میکنه و کامز ما اگر نه خوابش بپره. زهری که جاری توی رگ‌های ماست، زهری که جاری توی رگ‌های ماست، هدیه‌ای از نرمش عظمای ماست، هدیه‌ای از نرمش عظمای ماست. عظما تو فرمان بده، عظما تو فرمان بده، اون کیه انجام بده. وای دیگه چی مونده از این نظام بنایی ما؟ اما کار به جایی رسیده که دیگه طوله های راهبرم دلواپس شدن و حرف شده میخرن. با مصیبتا، با ویلتا، با غوابتا. آقا وضع حساسه وضع حساسه. امپار مخاطره با شیرجه بریم توی مذاکره. این تحمیله نه معامله. اگه زهر نخوریم میشه مقابله. بنبستی واسه بسته هسته ای که بایدادی. بنبستی واسه بسته هسته ای که بایدادی. بنبستی واسه بسته هسته ای که بایدادی. بنبسته واسه بسته هسته ای که بایدادی. سیدنی داره با غربیامی دل پیزگونش رو حواس فتح باشم باطل اون که میپاش از هم بسیجه بل دیدن فیض عظما. چقدر مشکله